Ladies and gentlemen, let's welcome the teams Tajikistan and Pakistan. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Pakistan. And now, the national anthem of Tajikistan. بازی‌های مرحله انتخابی
دوره اولی مرحله انتخابی مسابقه فوتبال بانوان برای بازی‌های المپی 2024 با انجام می‌رسد با رقابت منتخب‌های بانوان تاجیکستان و پاکستان. منتخبی که از این گروه الکی با مرحله دوم راه یافت معلوم است این دسته فیلیپین است که بعد از غلبه خود در رقابت با گونگ کنگ با حساب 4-0 که قبل از آغاز این دیدار صورت گرفته بود اعتراف گردید و منتخب فیلیپین اکنون بعدیانی که در گروه زین اول را اشغال کرد با مرحله دوم انتخابی بازی‌های المپی 2024 فرانسه راه خواهد گرفت و اکنون رقابت را در مرحله دوم ادامه خواهد داد. منتخب ما در گروه زینه آخرین را اشغال کرده است بدون امتیاز و تیم ملی تاجیکستان امروز با چنین هیئت در میدان خواهد بود. دروازه‌بان سیاره سعیدова تحت رقم 1، رقم 4 کرینا میرزایeva، رقم 7 مدینه علیeva، رقم 8 نیسا عبداللهeva، رقم 10 مرجان سعیدова، 11 کامیلا رسولova، رقم 14 جنان قربانova، رقم 17 مرجان فیض‌اللهeva، رقم 18 شمسیه حسینova، 21 بنظیر جمعه خانزاده، رقم 22 باشد لیلا حلیمova. می‌بینید که سرمربی تیم ملی بانوان تاجیکستان است. رنجیتا دیوی تکچم بازی امروز را حکمی خواهد کرد. باعثی سرداور است و در رقابت امروزه با او کمک میرسانند یوانا کارکیتاس از استرالیا و روبا زرکا از سوریه و ریتوتی باشد ابیرمی اپای نایدو از سینگاپور است. هیئت اساسی منتخب پاکستان چنین است بینندگان گرامی. دروازه‌بان رقم 1 نیشا اشرف، رقم 2 ساروخان، رقم 3 میشال اکرم، رقم 4 ملیکا نور، رقم 5 امینه زینب، رقم 9 سوها هیرانی، رقم 10 رامین فرید، رقم 13 نیزالیا صدیقی، رقم 17 انمول هیرو، رقم 21 زهمنه ملیک، رقم 22 باشد اسرا خان. سرمربی منتخب پاکستان عادل است. اما چیز آماده است برای آغاز کردن رقابت دسته‌های تاجیکستان و پاکستان. خب داورم آماده است که صدای اشتراک خود را بلند نماید و این بازی شروع شود. آغاز می‌گردد همینطور رقابت تاجیکستان و پاکستان بینندگان گرامی. بازی آخرین مرحله انتخابی بازی المپی 2024 و دسته‌ای که الکی امکانیت بارآمدن با مرحله بعد را از دست دادند امروز با هم بازی خواهند کرد. برای سرمربیان امکانیت بسیار خوب است تا اینکه آن فوتبالبازانی که در رقابت قبلی امکانیت کمتر داشتند امروز برای اساسی بازی نمایند. خب منتخب تاجیکستان در دوره دوم از فیلیپین با حساب بزرگ 8-0 ناکام شد. خب در رقابت اول باشد تاجیکستان با حساب 3-0 ناکام گردید از گونگ کنگ. پاکستان هم در دو بازی قبلی خود ناکام شده است، از فیلیپین 4-0 و از گونگ کنگ نتیجه 2-0 فوتبالبازان پاکستانی مغلوب گردیدند. و امروز دو دسته با هم واخورده ایستادند که در این مرحله انتخابی هنوز گل نزدند. امروز البته امکانات بسیار خوب را دارند تا اینکه اولین گل‌های خود را در مرحله انتخابی به ثمر رسانند. وینرگر شد در اکران ما شما سرمربی تیم ملی بانوان تاجیکستان.
منتخب فیلیپین از بازی اول سرکرده خیلی هم رقابت استوار نشون میداد و اصلا معلوم بود که مدعی اساسی است برای راه یافتن و مرحله دوم انتخابی. بعد فیلیپین با هنگ کنگ رقابت میکرد جهت اشغال زمین اول در گروه و امروز فیلیپین در رقابت خود با هنگ کنگ اون است که هنگ کنگ را با حساب 4-0 ناکام نماید. تناسب توپ‌های فیلیپین بسیار خوب است. 16 گل زدند بازیکنان فیلیپین و یگان گل با دروازه خود در این مرحله انتخابی سر ندادند. پرسینگ میکند پاکستان و حمایتگران تیم ملی ما آهسته آهسته به اداره کردن توپ میگذارند. منتخب تاجیکستان کوشش دارد که در دقیقه‌های اول در توپ‌روایی موفق باشد. باز میدان برود میگردد. که با تمام حیات خود منتخب تاجیکستان این حال کوششی به حمله گذاشتن را کرده بود. خیلی هم فعال هستند دختران تاجیک در آغاز رقابت. دیانا قربانووا تلاش کرده شده است و بسیار فعال است در همین کنار. دیانا قربانووا مرکز در چنین رقابت‌ها البته پرسینگ کردن ضرور است با بازان ما تا اینکه در توپ‌روایی موفق شوند. در زدن ضربه منتخب پاکستان در سال 2023 عملی یک غلبه دارد. تیم ملی کامارو رو با حساب 1-0 پاکستان شکست داده بود. بیانور در عربستان سعودی بازی برگزار کردید. منتخب پاکستان در جام جهان باری هم اشتراک نکرده است. در جام آسیا هم در نمایی نکرده است. این منتخب در بازی المپیا و رنگ هول قرار رو با فایده تیم ملی تاجیکستان میبرارد. قرار توپ از آن بازار وارد می شود. کرینا میرزایوا موقع خود رو این حال فوتبالبازان ما میخواهند که صاحب شوند. بسیار خوب بازی میکند مندینا یلیوا و با روی کرینا میرزایوا در کنار میدان در توپ‌روایی منتخب تاجیکستان بنیاد فعال است در این آغاز رقابت. حلیمووا گزارشی و بعدا خود بازی رو ویران میکند. اون که توپ از دست داد.
برای منتخب ما البته ضرور است که در رقابت امروزه پیروزی به دست آورند و قبل از شروع دورم سخنان فوتبالیون تاجیک خوب به گوش میرسید که آنها اشاره میکردند که امروز میتوانند پیروز شوند و دو آوتسایدر با هم روبرو هستند. البته برابر است و می‌بینیم که در آغاز رقابت منتخب تاجیکستان در تبرگویی خیلی هم خوب بازی کرده است و اصلا بازی‌های گذشته تیم ملی ما خوب بازی دارد، فعال است. در مرکز حمله ما مشاهده میکنیم که بازی دارد تحت رقم 11 کامیلا رسولووا و لیلا حلیمووا هم در همین موقع است و وقتی که ما با هیئت منتخب تاجیکستان نظر میکنیم اونجا چشممون به 3 نفر میرسد که در خط حمله باید بازی کنند، یعنی حمله‌گر هستند. مرجان سعید و رقم 10، کامیلا رسولووا و رقم 11 و لیلا حلیمووا و رقم 22. در خط نیم منفذه باشد بنظیر جمعه خانزاده، رقم 21 جلانا قربان و رقم 14 خیلی هم فعال است در کنار راست میدان مدینه علی و رقم 7 وارد میدان شدند و حمایتگران مجنون فیض‌الله و رقم 17 شمسیه حسینی و رقم 18 کریم میرزایی و رقم 4 عیسی عبدالله و تحت رقم 8 بازی کرده شدند. کارت زرد نشان می‌دهد داور به کارینا میرزایوا. یک از به مجای جناب سلام. اونا دالنی. شانسیه دالنی را تو بگی. کلام ناراضی است از این کارت زرد گرفته‌اش کارینا میرزایوا و او فرصت پیدا نکرد که سر وقت موقع خود را اشغال نماید. دست استانداردی به فایده پاکستان. زیاره سعید و کاپیتان که در بازی با فیلیپین لعب برداشته بود و میدان را ترک کرد و این حال در هیئت اساسی است. رقابت با فیلیپین برای منتخب ما بسیار خوب آغاز گردیده بود و تا 28 دور منتخب ما بدون اشتباه بازی میکرد، اما بعدا فیلیپین علوی ضعیفی ما را پیدا کرد و توانست که گل زدن شروع کنند. در هفته امانی دورم تیم ملی تاجیکستان هم یکشان امکانیت داشت. کارینا میرزایوا اشتباه میکند. اوت. سایسته هجوم‌های پاکستان هم زیاد میگردند. سمت باز میدان بیرون میشود. زیاد بازیکنان منتخب تاجیکستان در نیمه میدان رقیب است و اگر کمک دیگر سرعت خود رو بلند میکرد لیلا
حلیمова شاید امکانیت پیدا می‌گردید برای منتخب ما. فوتبالبازان ما تلاش میکنند و این دفعه باشد نافهمیم، یعنی فوتبالبازان سراسیمه شدن در پاس دادن. باز یک فوتبالبازی پاکستان میافتد. یعنی چطور اکنون در مرکز میدان صورت میگیرد. پاکستان هم توپ رو با خود گرفت. اوکی، درست رو اشغال کرده شدند فوتبالبازان ملی تاجیکستان. رفتی بازی شاید به کمک طبیبان نیاز داشته باشد جناب فیض‌الله، ولی او از جای خود برمیخیزد و رقابت را ادامه خواهد داد. با کناری میدان بازانی پاکستان این حال تلاش بسیار خوب کرده ایستادن جهتی ادامه دادن هجوم. ارینا میرزایوا پاس میدهد و کاپیتان پاکستان در اولین تلاش خود او از میدان بیرون کردن نمیتواند. حلیمова پاکستان اکنون با عکس الهجوم میگذارد. هجوم‌های پاکستان رو خیلی هم کم مشاهده میکنیم در رفت بازی. منتخب ما خیلی هم فعال است در این 16 دقیقه. سیاره سعیدova خوب با این هول رو در اختیار خود نگاه می‌دارد لیلا حلیمova و با او پرسینگ کرد حمایتگر
فریده میرزایeva از توپ را به بازی خواهد درآورد. ارسالیو اوت. سامکارینا میرزایeva یک ارسال دیگری و تو با دست فوتبال منتخب پاکستان برمیخورد. ضربه جریمه‌ای در نزد توپ قرار دارد تحت رقم 14 جانانا قربانова. توجه میکنیم که ارسال میکند، یعنی که قرار دیگر میبرد. از این موقع بسیارتر ارسال کرده میشود به داخل جریمه‌گاه. توفتیو امکان ضربه‌زنی ها ضربه زده می شود و چگونه نزدیک بودند فوتبالبازان تاجیک تا اینکه با پیش برویند. ضربه را اجرا کرد رقم 10 مرجان سعیدova. بار دیگر میبینیم که چگونه ضربه زده شد و بس پهلوی دروازه از میدان بیرون گردید. میرستول و ارسال بسیار خطرناک بود. منتخب ما نزدیک است تا اینکه با پیش براید. ضربه‌زنی است از این موقع ولی میافتد در یک حالت خوب ضربه‌زنی. از این امکاناتی که سازمان داده شده‌اند فوتبالبازان تاجیک باید از آنها استفاده برند. بسیارتر رو میبینیم که منتخب تاجیکستان از کمر چپ هجوم میکند. فریده میرزایeva اینجا بسیار هم فعال است. لیلا حلیمova قربانova ارسالیو ضربه کنجی پس با عقیب بود. این موقع تلاش ضربه زدن را کردن فوتبالبازان تاجیک ولی صد گذاشته می شود. یک ارسال و او رو باز هم دروازه‌بان میگیرد.
حلقه 22 رقابت است. بینندگان گرامی، منتخب تاجیکستان خیلی هم خوب بازی دارد با پاکستان. ولی حساب هنوز کشیده نشده است، گرچه یک امکانات را داشتند فوتبالبازان ما. کناری که منتخب تاجیکستان بیشتر هجوم میکند در هفته این دیدار، این کنار راست میدان است. قربانووا کرینا میرزایeva در این کنار خیلی هم فعال هستند. منتخب پاکستان کوشش دارد که کمی باشد بازی رو آرامتر نماید. تاجیکستان باز هم با حمله می رود. لیلا حلیمووا توپ رو در میدان نگاه داشته نتوانست. لیلا حلیمووا حملگران هم در همین کنار بسیارتر بازی میکنند. حملگران منتخب تاجیکستان یک هجوم دیگری پاکستان آغاز میگردد. موقع رو خیلی خوب اشغال کرد دیگری تیم ملی نیسا عبداللهیوا. سیاره سعیدووا بسیاری از فوتبالبازانی که با منتخب پاکستان دعوت گردیدند در دسته‌های پاکستانی بازی میکنند هستند. فوتبالبازانی که بیرون از کشور هم هنرنمایی مینمایند. هجوم خطرناکی پاکستان، ضربه و حساب شده میشود در دقیقه 26 رقابت. گل رو خان منظور اسرا با ثمر رسانید. نه، رقم 21 زده است. گل رو زهمنه سمین ملیک مؤلف گل میشود. منتظر میشویم حالت تکرار رو و میبینیم که چگونه گل رو با ثمر رسانیدند فوتبالبازان پاکستانی و آنها ببینیم 3 نفر بر مقابل دروازه‌بان بار آمدند و چگونه هجوم آغاز گردید این رو نمیتوانیم ببینیم. از آغاز هجوم با نشون نمیدهند حالت تکرار رو. به هر حال ببینید که یک بار 3 نفر به حمله گذاشته بودند در همین هجوم. کرینا میرزایeva خیلی هم خوب بازی میکرد منتخب تاجیکستان و ببینید که یک اشتباه و یکم بدونید از مرکز پاس بود و همین پاس با آن آورده رسانید که
خط حمایه‌ای تیم ملی ما رخت نکرده شود و منتخب پاکستان با زدن گل دست یابد. تا همین دقیقه گفتیم تیم ملی تاجیکستان خیلی هم خوب بازی میکنه. بعداً بازی تاجیک که با یک اشتباه با یک فوریبولی خود امکان دادن تا اینکه رقیب با حساب را کشه. حلیمова میافتند دورو یا قربان آرکادش میافتند و در حال منتخب تاجیکستان هجوم خود را آغاز می‌نماید. بازی برات میگرده. یک پرتوفت حتما آن امکانات هایی که بمین آورده می شوند جنوب فلوبازان تاجیک باید استفاده کرده شود. در نه پاکستان ببینید در حمایه نشیند و بعدا یک رد را سازمان داده تواند که گل زند. ضربه بیرون از جریمه گل. دقیقه 30 رقابت است. قربانова ضربه خیلی هم قوی و نانیق ضربه. ضربه دقیق دختران تاجیک کم دارند. قربانова لیلا حلیمova تو با نزد جریمه‌گاه رقیب فوتبالبازان تاجیک میآیند ولی بعدا در ادامه می‌بینیم که آنقدر دقیق دیده می شود. سالی توب پس با کناری میدان ولی پس نه چندان خوب بود.
جریمه قربانова و قاعده بازی ویران کرده می شود. منتخب تاجیکستان و مجبور شد در این حالت او را از میدان بیرون کند. شمسیه حسینова این حال بازی را منع میکند. چند فوتبالبازی قد بلند را دارد منتخب پاکستان. ضربه رسید از دروازه بیرون میشود. قطعا برداشته است او. در همین تلاش برداشت سعید و دروازه‌بانی که در رقابت اول در رقابت گذشته او عوض کرده شده بود. इसमें प्री वर्कआउट पड़ा ना उसमें 2 चम्मच चिकन प्ले ओके ना ओके डन go this side okay up بسیار است سعید و میتواند رقابت را ادامه بدهد. در اداره کردن توپ با منتخب پاکستان فعالتر گردید. زبان منتخب پاکستان هم خیلی خوب است و ببینید هر دفعه که لازم میشد و میبرد میگیرد. Alieva توپ را از دست داد. قاعده بازی را ویران کرد. حلیمova دید که
بازی هم بینندگان گرامی وقت اساسیش از چند لحظه دیگر و انجام خواهد رسید. Out. مرکز منتخب پاکستان هجوم خود را آغاز می‌نماید. نیالیوا ضربه می‌زند به رناز جریمه گو و ضربه‌اش پنج دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی نیمه یکم باقی میماند. چکستان پاکستان حساب با 0-1 فایده منتخب پاکستان است. تیم ملی ما در نیمه یکم ضربت گلزنی را دارد. منتخب پاکستان با توپ است. پس به مرکز میدان پاکستان در خطی حمایه هم خوب هم بازی میکند. دروازه‌بان این نیز در نیمه اول خیلی هم خوب نشان ارسال به داخل نزدیک جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان. پس به
карина мирзоева یادگار ببینید که در کدام موقع قرار میگیرد. نیالیوا بازم فعال میشود تاجیکستان در دقیقه آخری نیمه اول. قربانова Лайла Халимова نیمه اول رو منتخب تاجیکستان بیشتر در کنار راست میدان میگذراند. الان فعال است این کنار. توجه میکنیم که دوبار چند دقیقه الوا خواهد کرد و وقت اساسی نیمه یکم. زبان از دروازه بیرون می شود. سیاره سعیدова و زود برمیگرده به موقع خود، ولی هجوم پاکستانی ادامه دارد و توپ را هم توانست که بگیرد. مرکز توپ روان کرده می شود. Лайла Халимова پاس با رنا قربانова. دا پاس مونان بود ولی پاس ناقدر دقیق. دو دقیقه الوا میشد و وقت اساسی نیمه یکم. پاکستان در حمله است. کوشش کرد که در میدان نگاه بدارد. بازی پاکستانی سیاره سعیدова منتخب تاجیکستان توپ دیگر به مرکز میدان روان میکند. به انجام رسد نیمه اول بازی تاجیکستان و پاکستان. 0-1 و فایده پاکستان است. تنفس میکنیم و بعدا برمیگردیم. ما رو ترک نکنیم.
frisch trocken. Nice.
باشد از یک امکان سازنده خود توان دادن گل دست یابد. همینطور منتخب تاجیکستان با حسابی 0-1 در آخر با تاجیکستان پیشرفت است. این آخرین رقابت است در مرحله اول انتخابی. بعد از این مرحله دوم آغاز می‌گردد و البته علاقه دسته که از این گروه در مرحله دوم اشتراک خواهد کرد معلوم است. این منتخب فیلیپین که در همه بازی خود پیروزی به دست آورد و منتخب مذکور با مرحله دوم انتخابی راه. خب بار دیگر شما رو با هیئت دسته آشنا میکنم. یگان تغییرات نیست در هیئت هر دسته. در زمان تاجیکستان رقم 1 سیاره سعید و رقم 4 کرینا میرزایی و رقم 7 مدینه یلی و رقم 8 نیسا عبدالله و رقم 10 مهاجنا سعید و 11 کامیلا رسول و رقم 14 جنانا قربان و 17 مهاجنا فایزاده و رقم 18 شمسیه حسین و 21 بنظیر جمعه خانزاده و رقم 22 باشد لایلا کلیم و سلمان به دسته مبین گذشت است. پاکستان را زبان رقم 1 نیشا اشرف رقم 2 سارا خان رقم 3 میشال اکرم رقم 4 ملیکا نور رقم 5 امینا زینب رقم 9 سوها ایرانی رقم 10 رامین فرید رقم 13 زلیا صدیقی رقم 17 انمول هیرو رقم 21 زهمینا سمین ملیک رقم 22 باشد اسرا منظور خان سمیابی عادل است. بازی را کمی دارد داور رنجیتا دیوید تکخم از هندوستان با وکوال میرسند. یوانا چرکتیس از استرالیا و روبو زرکا از سوریا. داوری احتیاطی باشد ابیرامی افبای نایدو از سینگاپور. با فایده فوتبالبازان تاجیک منتخب تاجیکستان در نیمه یکم گفتیم خیلی هم خوب بازی میکرد. سلام فعال بود تاجیکستان در قسمت یکم شکر توسط کانال درست میدان با هجوم میگذشت. منتخب ما البته یک چند امکان سازنی را سازنده داده بود در نیمه یکم. نسبت به دو بازی گذشته ملی تاجیکستان در این رقابت در نیمه اول هم خوب بازی کرده بود. پاکستان را می‌بینیم که کوشش دارد در این لحظه ها. پرسینگ تلاش دارد منتخب تاجیکستان توپ را با خود بر بگرداند. مخصوصا در پرسینگ خیلی هم فاول بود مدینه یلی و پاس به مرکز ولی رو گرفتن نمیتواند منتخب پاکستان.
با کنار راست میدان تو با لبازی رقیب بر میخورد ولی پاکستان در حال هجوم خود را آغاز میکند. آوت به فایده مهمانان است. قربانова تو از دست میدید هنگام صورت افزایی. قربانова یلیوا ارسال در نیمه دوم باشد منتخب ما بدون بسیارتر توسط کنار چپ به هجوم میگذارد. یلیوا از یک نفر گذارد ولی موفق نمیگردد. او صدایش که دوباره بلند میگردد و هجوم منتخب تاجیکستان قطع گردید. شود که کرینا میرزویی با خود بود رو ویران کرده است. از جریمه‌گاه رقیب منتخب تاجیکستان خیلی هم خوب میآید. اونها چگونه فعال هستند، هجوم‌ها اما با سرعت تر میگردند ولی از جریمه‌گاه رقیب منتخب ما دقیقاً نمیرسد، ضربه نمیرسد. ده دقیقه علکی از آغاز قسمت دوم پس سر گردید ولی حساب هنوز تغییر نیافته است اما بسیار هم فعال است منتخب تاجیکستان در این 10 دقیقه قسمت دوم. شده میکنیم که چگونه خود بازی ویران کرده شد. جانا قربانова تو را میتواند در اختیار خود نگاه بدارد. 7-2 ولی دوبار این حالات چگونه اهمیت نمیدهد. البته تاجیک
میخواستم که دوباره به شکل رو بلند کند و پنالتی تعیین نماید. ارسال با کناری میدان خیلی هم دقیق بود. سیاره سعید و شما از دروازه بیرون می شود. خیلی هم خوب بازی کرد. اما است که امکانیت ندید با رقیب اسرار منظور خان. از میدان بیرون میگردد. اوت. اوت با فایده منتخب پاکستان بوده است. بازم اوت. بازم دوباره با فایده منتخب پاکستان اشاره میکند. کناری میدان ارسال توپ امکانیت ضربه‌زنی اما ضربه بسیار خطرناک ولی توپ با تیر دروازه برمیخورد. چگونه ضربه رو اجرا کرد میسا عبدالله و قریب بود که گل میزد. بنیاد از ای خوبی گلزنی برای فوتبالبازان ما. کرینا میرزایوا پرسینگ میکنند بازیگران تاجیک و کم هستند دارن تاجیک تا اینکه توپ رو بگیرند. و کورت زرد لیلا حلیم و نشان میدهد دوباره. مرتبه دیگر می‌بینیم با امکاناتی که منتخب پاکستان داشت و ببینید رینالات هم توپ با تیر دروازه برمیخورد و حتی گل خط دروازه هم زد. پاکستان ببینید بعد از امکاناتی که منتخب ما سازمان داد باز یک حالت دیگر رو حالت گلزنی دیگر رو با میان آورد. قریب بود که مساوی 2-0 پیش سهم شد. اعتراض میکند سرمربی منتخب پاکستان.
Saidova. ضربه کنجا کار میکند در پاکستان. توار این حال بازی رو منع میکند و کی را به نزد خود دعوت میکند. و هر دو کارت زرد میدهد. شمسیه حسینова و امینه زینب حنیف. اشتباه میکنه سیاره سیدova ولی از فیلوزی پاکستان نیامد. تغییر در هیئت منتخب پاکستان. رامین فرید میدان رو ترک میکند. علیزا خان وارد میدان میشود. اولین تغییرات است در بازی. از سربازان منتخب پاکستان این حال در مرکز میدان قرار دارند. مرکز میدان روان کرده می شود و رقابت رو ببینید که چگونه ادامه دارد. Alieva برای ادامه دادن هجوم امکانات رو فوتبالبازان ما جویا هستند. افتاد لیلا حلیمова ولی دوبار آرام است.
عمل نکند داور. بعد بسیار هم خوب برای مربیان. بازیکن هیئت ذخیروی تیم ملی ما تمرین کرده ایستادند. زهرا مرادова، شهرزخان مرادова، فرزند آرماتова، دلداره امامعلیeva، نیکوبا خوددادова، نیلوفر قرایeva، رویشا اسحاقова، جورانا نظرова، منیسا گلова، شهنازه بابایeva و قربانگل حلیمova هستند. کنار چپ با هجوم می‌گذارد منتخب تاجیکستان. میرزایeva یکی از بازیکن فعال است در هفته بازی امروزه. به فایده منتخب پاکستان 20 دقیقه دیگر باقی میماند. بینندگان گرامی تا انجام وقت اساسی دیدار تاجیکستان همون شکست میخورد از پاکستان با حساب 0-1. حلیمova ضربه سختی و ضربه را دروازه‌بان برمیگرداند. جنانه قربانova برگردانید دروازه‌بان و همون دروازه‌بان منتخب پاکستان خیلی هم خوب بازی می‌کنه. به اشتباه را نمی‌دهد.
بازیکنان تیم ملی تاجیکستان می‌بینید که مسئله میکنند شاید بازیگوزاری را آماده کردند در این حالت برداشته است در زبان منتخب پاکستان. شماره مخلصان هم در میدان مبینید زیاد می شود. آوت. سه مربیان تیم ملی ما هنوز تغییر نکردند. چند دقیقه پیش دیده بودیم که چیونا بازیکنان حیاتی ذخیروی تمرین کرده ایستادند. با مرکز الو حلیمова میتواند هجوم را ادامه بدهد. با کمک لازم است مجبور میشود که توپ را با عقب روان کند. توپ با کناری میدان دوام میکند و اگر کرینا میرزایeva در این حالت توپ را میگرفت بسیار خوب میشد. دوام هجوم و تغییرات نوبتی در هیئت منتخب پاکستان. علی وارد میدان میشود. رقم 20 رقم 2 ساراخان میدان را ترک کرد. صبحانه تغییر نیافته است در بازی تاجیکستان و پاکستان. پاکستان با یگانه گل زده خود در نیمه اول گل در پیش است. منتخب
منتخب تاجیکستان البته تلاش کرده است که حساب رو برابر کند. فوتبالبازان ما خیلی هم خوب هنرنمایی میکنند ولی باز هم ملی تاجیکستان توپ رو از دست میدهد. در ترتیب فایده منتخب پاکستان رو نشان گرفت کاپیتان ملیکا نور. آفساید. می شود منتخب پاکستان، اما 10 دقیقه دیگر باقی مانده است. اکنون انجام وقت اساسی دیدار اصلا تمرینی نگرانیت احتیاطی تاجیکستان. دقیقه که است البته فوتبالبازان تاجیک تلاش میکنند که صبر برابر نمایند. خط حمله ضربه‌های قوی‌تر لازم است بر فوتبالبازان ما. Лева. حتی زمین دیدار با انجام رسد.
انتخابی دوره اولی مرکز انتخابی مسابقات عنوانی مسابقات فوتبال برای اشتراک در بازی المپیک 2024 از 5 اپریل مسابقه آغاز گردید. تقریبا یک هفته ادامه میکند، امروز به انجام میرسد. چگونه رقابت کرد برای توپ رو در اختیار نگاه داشتن کامیلا رسولова. خیلی آموزی خوب نشون داد. مرکز میدان کامیلا رسولова رو از دست دادن. بازی منتخب تاجیکستان نام قربانова بعد برداشته بود و بعدا اشاره کرد که میتواند رقابت را ادامه بدهد. ادامه بعد رقابت وقتی خیلی هم کم مانده است. لیلا علیمова گزارشی او میافتد و داور باز هم آرام است. داور آماده است که پنالتی تعیین کند. بازی برنامه گردیده بود. عوض کرده می شود فوتبالبازان در هیئت منتخب پاکستان. نفر عوض کرده می شود. عثمان وارد میدان می شود. رقم 18 از کرسی احتیاطی لیلا حلیمова گزارشی نوبتی و مدینه علیeva شروع منتخب تاجیکستان ادامه میکند.
تاجیکستان در اختیار خود نگاه می‌دارن. هجوم توسط کنار چپ. اولین تغییرات در تیم منتخب تاجیکستان. جنانه قربان و میدان را ترک میکند و جای وارد میدان میشود نیکو بخدادو دوباره تحت رقم 9. ضربه زده میشود. ضربه نه چندان سخت. یک ضربه زنی رو پیدا کردند بازیکن تاجیک ولی ضربه زبان میگیرد. Some out. اساسی بازی اما با انجام میرسد. و چند دقیقه زم خواهد کرد. توی منتخب تاجیکستان جهت برابر کردن حساب وقتی اساسی بازی به انجام رسید و 5 دقیقه لوا میگردد. کرده شده است تیم ملی تاجیکستان. چگونه رقابت ادامه دارد جهت توپ را گرفتن و ادامه دادن بازی. باز یک پاس دیگر که خط میگردد.
تغییرات دوم در رایت منتخب تاجیکستان. خانزاده بنظیر میدان را ترک کرد. شاهنازه بابویeva وارد میدان میشود. رقم 19. دو دقیقه اضافه شده. پاس سر میگردد. ضربه خیلی هم سخت مدینه علیeva درباره صد میگذارند فلوگوزون. کره منتخب تاجیکستان این حال به حمله رفته است. مدینه علیeva باز یک ضربه دیگری او پاکستان توپ را میگیرد. این با عکس هجوم میرود منتخب پاکستان. امکانیت هست برای فلوبازان ما. با خود دادوا و از دست میدید. سالی توپ امکانیت ضربه‌زنی را پیدا میکنند فلوبازان ما، ولی نه لحظه آخرین زبان میگیرد. آفساید. و به انجام میرسد. دیداری منتخب‌های تاجیکستان و پاکستان ختم می‌گردد. منتخب تاجیکستان در بازی سوم خودم شکست خورد و پاکستان باشد با غلبه مرحله اولی انتخابی را به انجام میرساند. با شما این بازی را تماشا کردم. شریف فردین شریف دو تشکر برای دقتتان. خیر.
Hey!